به نظر می رسد که بین ایران و حکومت حرکت تندرو طالبان در افغانستان بر سر استفاده آب دریای هلمند یک تنش جدی در حال اوج گرفتنی است. مقامات رژیم طالبان خشک و کمبارش آمدن سال جاری و کم شدن آب دریای هلمند را دلیل کم دادن آب به استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران مینامند، ولی مقامات ایران به این دلیل طالبان با نظر شبهه نگاه میکنند. با نظر داشت اینکه ایران تا کنون از رژیم نو طالبان به دلیل از افغانستان و منطقه بیرون کردن نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به صورت نمایشگر پشتیبانی و حتی مخلصی میکرد، بسیاری ها بحث آب دریای هلمند را فراتر از تنها یک بحث آب میشمارند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز 8 ماه سال 2023 ضمن بازدید خود از استان سیستان و بلوچستان به طالبان هشدار داد که در مورد حقابه یعنی حق آب سیستان و بلوچستان جدی باشند و بعدا گله نکنند. رئیسی زمان طالبان را تهدید نمود که در چابهار نشست ویژه در مورد نارسایی آب در منطقه های نزد مرزی افغانستان ادامه داشت. رئیس جمهور ایران با یک لعن تهدیدآمیز خطاب نمود که میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. او دلیل های پیش آورده طالبان به مثل نباریدن باران در فصل بهار و کمبارشی فصل زمستان را در مورد کم شدن سطح آب دریای هلمند زیر سوال برده افزود. اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، در نبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد حق مردم سیستان و بلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که حق مردم ضایع شود. حرف ما را جدا بگیرید تا بعدا گله نکنید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان قبلا گفته بود که اگر باران زیاد شود آب به ایران هم میرسد. این سخنان او باعث خشم منصبداران ایران گردید. یک نماینده مجلس یا پارلمان ایران به احساسات در جواب به این گفته متقی خطاب نمود و گفت در حالی که سیر مهاجرت از شهرستان‌های سیستان به دلیل مشکلی بی‌آبی صورت گرفته است، طرف افغان با به احترامی میگوید بروید تو دعا کنید تا باران ببارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد نوشته است که مقامات ایران ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعدا از آن با الفاظ مناسب خواستارشان را مطرح کنند. اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهارات مطرح گردد، میتواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و این نباید تکرار گردد. وزیر انرژی و آب طالبان عبداللطیف منصور نیز گفته است که آب و هر موضوع دیگری باید با تفاهم و راههای دیپلماتی حل شود و حرفهای تحقیرآمیز نباید از سوی هیچ کسی زده شود. این وزیر طالبان افزوده است که حکومت آنها با توافق محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان با ایران پایبند است و نمیخواهند که کشورهای همسایه آسیب ببینند، اما طرف مقابل نیز باید شرایط خشکسالی را درک کند. بر اساس شرطنامه‌های امضا شده بین ایران و افغانستان، جانب ایران حق دارد سالانه 850 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را استفاده کند. جنجال میان ایران و افغانستان بر سر استفاده آب دریای هلمند در گذشته نیز وجود داشت. پرزیدنت فراری افغانستان اشرف غنی نیز زمانی که سد کمالخانه را در نیمروز افتتاح میکرد گفته بود که آب را رایگان به کسی نمیدهیم، حاضر هستیم آب را با نفت مبادله کنیم. اخیراً طالبان از پیشرفت‌های نظررس در مورد لایه کشتیپه کانال برای انتقال آب از دریای امو خبر دادند. این بزرگترین لایه انتقال آب در افغانستان نگرانی کشورهای همسایه شمال افغانستان را به بار آورده است. ماه مارس سال 2023 نماینده ویژه پرزیدنت ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در مورد این طرح با طالبان دیدار و گفتگو نموده بود. حرکت تندرو طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و ناتو قدرت را در افغانستان صاحب شد. تا کنون یگان کشور
حکومت نو افغانستان را به رسمیت نشناخته است، ولی تقریبا همه کشورهای منطقه تماسهای غیر رسمی با رژیم نو حاکم بر کابل را برو انداختند.